نامه‌ای به برادرم. پاسی از شب مانده است، سپیده نمی دمد، به خواب نمی روم، بیدار هم نیست. به بچه ها می اندیشم، از وحشت بر خود می لرزم. بی من چه خواهند کرد؟ چرا درس خواندم؟ به خوشبختی همه خویشانم رشک می برم. فرصت درس و مدرسه نداشتند، راحت و آسوده اند. اگر پدر و مادرم تبعید نشده بودند، اگر به تهران نرفته بودم، اگر به کتاب روی نیاورده بودم، اگر چنین گرفتار نمی شدم، اگر این اگرها نبودند، من هم در این روزهای قشنگ بهاری مانند همه کسانم در فارس بودم. در قشقایی بودم، سوار اسبم بودم و تاخت و تاز می کردم. کاش به جای آنها بودم. سالها پیش در همین روزها کجا بودم؟ در دشت لاله، در چمکوکو، در ساحل رود قرقاج، آنجا که دشت و کوه مثل دو مرد و زن زیبا در آغوش هم بودند. کوهی با تاجی از درختان سبز بر سر و دشتی با پیراهنی از حریر رنگین. کوه نبود، پلی بود میان زمین و آسمان. دشت نبود، بستر شقایق ها و بابونه ها بود، بستر سبزه های نورسیده و قنچه های تازه شکفته. اکنون کجا هستم؟ در کنج یک قفس، دردسری و شاید خطری برای یاری دیرین و دوستی نازنین. رشته افکار و اندیشه هایم در هم ریخته است. به کلافی میماند سردرگم و گره خورده، راهی برای باز شدن ندارد. از ساعات دشوار شب است، باری از غم بر دوش دارم. خوابهای آشفته ناتوانم کرده است. دلهرها در اندرونم کمین کردند. دارم بیمار می شوم. نمی توانم دوستان طبیبم را خبر کنم. دوست عزیزم چندین کتاب در اختیارم گذاشته است. نمی توانم بخوانم. کاغذ فراوان و قلم روان آورده است. نمی توانم بنویسم. خواندن و نوشتن بوده است که به این روز سیاه هم انداخته است. باز هم بخوانم و بنویسم. کم کم آفتاب دمید. صبح شد. شوریده و نومید غرق غمها و قصه هایم بودم که قدمهای عبدالعلی جانم را تازه کرد. بیش از یک شبانه روز بود که به سراغم نیامده بود. خندان و شادمان بود. نمیدانم از کجا و از چه کسی مقداری امید دست و پا کرده بود و اندکی از آن را به من داد. نمیتوانم خنده ها و شادی هایش را باور کنم. بازیگر هنرمندی است. به آسانی میتواند سوگواران را شادمان کند. استاد نوازش و مهربانی است. قهقهه‌ای سر داد. حالم را پرسید و گفت آمده ام صبحانه را با تو صرف کنم. مستخدم جوان با سفره رنگین رسید. غذای خانه رضا منتظمی همسر عبدالعلی، مؤلف کتاب آشپزی، کتابی که پس از قرآن و دیوان حافظ بالاترین شمارگان را دارد. میزبان مسرور و شاد، مهمان را حتی مهمانی اندوهگین و غمزده چون مرا به وجد می آورد. عبدالعلی حالم را جا آورد و آنقدر گفت و خندید که پس از 1-2 ساعت قلم به دست گرفتم و این نامه را به برادرم نوشتم. من فقط یک برادر دارم، ولی با 100 برادر برابر. برادرم، میدانی مهمان کیستم؟ همان کسی که با رفیق وفادارش روزی چند در ییلاق سمیرو مهمانت بودند. او همیشه از تو سخن میگوید. خداوند فرصتی دهد که من و تو بتوانیم محبت او و همسرش را پاسخی بدهیم. امیدوارم نامه هم به زودی به دست تو برسد. میدانم که دست در جیب و پا در رکاب برای رهایی من میکوشی. خودت را به آب و آتش مزن. گشایشی اگر در کار باشد با تهران است.
رفیقم نومید نیست و به خصوص امروز نشاط تازه‌ای داشت و نشاط او بود که مرا به نگارش این نامه واداشت. تو را خوب میشناسم، میدانم که محکم و استواری. من چنان که میدانی همیشه ستایشگر شجاعت بودم و هنوز هم هستم. به گذشته پر افتخار خود ببالیم و آینده را ناچیز بشماریم. 10 ساله بودم که تو به دنیا آمدی. این تولد مبارک در دشت کوچک آبسکو صورت گرفت و همه را غرق شادمانی کرد. ایل در حرکت بود، برای تولد نوزاد عزیزش توقف کوتاهی کرد. بر سر نامگذاری تو گفتگوی اندکی در گرفت. مادرم نام مذهبی و پدرم به پهلوانان شاهنامه علاقه داشت. یکی از عموها که عاشق سردار افشار بود تو را به نام او نامید. نادر جان، تو در همه عمر و در همه جا به شهادت کوهها و رودهای سردسیر و سحاری آهوخیز گرمسیر احترام این نام را نگاه داشته ای. تو شهسوار نامدار ایل قشقایی بوده ای. تو از همان روزگار نوجوانی سرچشمه غرور و افتخار بوده ای. سر پرغرورت را بالا بگیر، به پایین منگر. بسیاری از هنرها و دلاوری‌های تو را به یاد دارم. هنگامی که بزرگان ایل گروه انبوهی از برجسته ترین شخصیت‌های جهانی را به مهمانی و تماشای دیدنی‌های قشقایی آوردند و در چمن دلگشای آسپاس به پذیرایی و نمایش پرداختند، تو بودی که در مسابقه تیراندازی بر پشت اسب تازان نشانه‌های متحرک را در هم ریختی و گوی سبقت را از جوانان ربودی. تصویرت در کتاب معروف قاضی دیوان عالی آمریکا در کنار تصویر زیادخان درشوری که او نیز از برندگان بود غرورآفرین است. و باز از زیادم نمی رود. ایلخانی قشقایی از فرنگ بازگشته بود. با بیش از 100 سوار در دشت خرم افزر به استقبالش رفتیم. با همه مهربان بود ولی از تو نگران بود. دست بردی به آهوهای صحرای چاهمارو زده بودی، آهوهایی که شکارشان ممنوع بود. مراسم استقبال پایان یافت. به سوی اقامتگاه شبانه بازگشتیم. پس از طی مسافتی کوتاه نقطه‌ای سپید در اوج آسمان نمایان شد. باز دور پروازی بود. تو طاقت نیاوردی و بی پروا به بیمهری خان سمند نازنینت را برانگیختی. 5 تیر را از دوش برگرفتی و با تیر اول پرنده را چرخ زنان به زمین آوردی. فریاد احسنت از جمعیت برخاست و حتی ایلخانی با خاطر آزرده‌ای که داشت با صدای بلند آفرینت گفت. روز دیگری را نیز به خاطر می آورم. در قشلاق گرمسیر بودیم. مهترها و ساربانها خبر آوردند که به تازگی 3 پلنگ هولناک در کوه و کمر قره‌گل پیدا شده. مادیانی را دریده و آرامش کوهستان را برهم زدند. سکوتی و مشورتی به عمل آمد. قرار شد که تنی چند از تیراندازان ماهر به محاصره منطقه خطر بپردازند. فردای همان روز هنوز آفتاب قله‌های رفیع کوه را روشن نکرده بود که طنین گلوله‌های تو خفتگان را بیدار کرد. ساعتی چند گذشت. نعش‌های هر 3 پلنگ با آن پوست‌های پرگل زینت بخش میدان روبروی اقامتگاهمان بود. برادرم، در ستایش دلاوری‌های تو اندک از بسیار را گفتم و سرودم. ولی بالاتر از این همه افتخاراتی است که از صفات و خصایل اخلاقی تو برخاسته و نصیب من شده است. باغبانی، برزگری، چوپانی، کدخدایی و خانی نیست که تو را بشناسد و ستایش نکند. نه فقط ایلاتی ها،
بلکه مردم بلوک ها و مناطق عشایری از لارستان گرفته تا اصفهان دوستدار بیقرار تو هستند. جوانمردی تو در همه جا زبان زد این و آن است. روزی از تو پرسیدم برادر، من بیش از تو به دردهای مردم میرسم، باسوادشان میکنم، بسیاری از آنان را به شغل و احترام رسانده ام و میرسانم. چرا محبوبیت تو را ندارم؟ چرا تو را مردم بیشتر از من دوست می‌دارند؟ جواب شیرین و شوخت در خاطرم مانده است. تو گرفتاری به مهمان نمی‌رسی، من آزادم، بیش از تو به مهمان می‌رسم. سفره‌ام گسترده تر است، از تو مهمان نوازترم. نادر جان، این خصایل و این خوشنامی ها مرا مدیون تو کرده است، ولی دین بزرگ من به تو در جای دیگر است. بارها گفتم، بار دیگر میگویم و مینویسم. تو اگر نبودی به احتمال خیلی قوی آموزش عشایری نبود و برادرت از این افتخارات کم نظیر و مردم عشایر از این نعمت خداداد بی بهره میماندند. چرا و چگونه؟ با عزیمت رضا شاه از ایران تبعیدی های قشقایی آزاد شدند. پدر پیرمان نیز پس از 11 سال تبعید و حبس به ایل بازگشت. از مال و منال و جاه و جلال دیرینش، از گله های رنگارنگ و اسب‌های نژاده‌اش اندکی بر جای مانده بود. قشلاق پربرکت و مشهورمان از دست رفته بود. مادرمان که او نیز رنج 4 سال تبعید را کشیده بود توانسته بود با تلاش و تقلای زیاد ییلاق زیبای تابستانی را نگاه دارد. هنوز چادر سیاه و بزرگ خانواده در کنار آن چشمه زلال و جوشان جلوه و جلایی داشت. نادر جان، این چنین بود روز و روزگار خانه و خانواده. تهیدستی نیرو گرفته بود، شکست در کمین بود. تو نوجوان بودی و سرگرم بازی، شکار و سواری. از دست خواهران هم کاری بر نمی آمد. در چنین اوضاع و احوال بی سر و سامان وظیفه و تکلیف پسر بزرگ خانواده چه بود؟ به خصوص اگر رگ و خونی هم در بدن داشت. من پسر بزرگ خانواده بودم. تصدیق رشته حقوق را داشتم. تصدیقی که در آن زمان بی قیمت نبود. به 2 زبان خارجی متکلم بودم. اهل قلم بودم. کتابی در دست انتشار داشتم. امید خانواده بودم. باری سنگین بر دوشم بود. جز آن که آستین را بالا بزنم و کمر همت ببندم چاره‌ای نداشتم. به تهران بازگشتم. به فعالیت‌های گوناگون پرداختم. کتابم را منتشر کردم. وارد سیاست شدم. مقاله نوشتم. انتقاد کردم. طرفداری کردم. جانم را به خطر انداختم. راه‌های ناهموار رفتم. چاره کار نشد. به جاه و مالی که در انتظارش بودم نرسیدم. گرفتار اندیشه ادامه تحصیل شدم. تصدیق‌هایم را به ترجمه رساندم. از دانشگاه ژنو پذیرش گرفتم. لیکن افق‌ها همچنان تیره ماند. یاد پدر و مادر و یار و دیار عذابم می‌داد. آسوده نبودم. ترقی و تعالی، جاه و مقام روبروی خانه و خانواده ایستاده بود. به بانک ملی روی آوردم. در اداره حقوقی بانک شغل معتبری به دست آوردم. عصرها هم با روزنامه نگاران معتبر، مترجمان و برخی از سیاستمداران آمد و شد داشتم. در 2 اتاق آراسته و در خیابان چرچیل تهران زندگی می کردم. درونم منقلب بود. خبر از ستمی رسید که به پدر پیرم رفته بود. در پی بهانه بودم. نامه دعوت دلانگیز تو را دریافتم.
استعفایم را بیدرنگ نوشتم و به کارگزینی دادم. غروب فردای همان روز قدم زنان از خیابان استانبول گذشتم و با ذهنی در هم و بر هم به چهارراه مخبرالدوله رسیدم. تاکسی هایی که منتظر مسافر بودند یکی را که مجهزتر بود پسندیدم. به راننده گفتم می تواند مرا به سمیرون برساند. توضیح دادم که سمیرون کجاست. چک و چانه شروع شد. قبول کرد که مرا با 240 تومان به سمیرون برساند. به اقامتگاهم آمدم و به صاحب خانه گفتم که امری فوری پیش آمده است. ناچار به حرکت هستم. حسابم را پرداختم، قسمتی از وسایلم را به امانت سپردم و بقیه را بی بسته‌بندی به درون ماشین ریختم. شبانه روزی بیش طول نکشید که در سمیرون بودم. از یک دوست سمیرومی اسب گرفتم و به خانه رسیدم و اجاق چادرمان را بوسیدم. مادرم دریافت که میخواهم بمانم. جوانی از سر گرفت. جشن پرشوری به پا کرد. پدرم اندوهگین شد. در آرزوی ترقی اداری و سیاسی من بود. برادر جان، در ایل ماندم. تو اسب سمند بادپایت را به من بخشیدی. اسبی که برای خود پرورده بودی. همان سمند بادپایی که گاه در زاویه های تند مثل مار و ماهی میپیچید و گاه میشد بعد پشتش کتاب خواند. ماندم. 5 سال بر پشت اسب گذراندم. در قشقایی و در فارس ماندم، بی آنکه حتی یک شب در شیراز به سر برم، بی آنکه حتی یک بار سوار ماشین شوم. من در میان کارهایی که کرده ام اقامت 5 ساله ام را در ایل از همه پرثمرتر می دانم. زندگی خانواده رونق گرفت. تو بزرگ شدی، به رشد کامل عقلی رسیدی، لایق بودی. اهل لهو و لعب نبودی، جایم را گرفتی، جانشینم شدی و توانستی راه و روال کارم را ادامه دهی. نادر جان، این تو بودی که به من اجازه دادی که بی دغدغه خاطر به شهر بازگردم و بنای عظیم و محترم آموزش عشایر را پیریزی کنم. اگر تو نبودی شاید آموزش عشایر هم نبود. برادر عزیزم، من امروز گرفتارم، ولی تو گرفتارتری. من به خانه یکی از عزیزانم پناه آوردم و تو در تقلای آزادی و رهایی من هستی. من بیش از خودم پریشان و نگران اضطراب‌های تو هستم. تو پندپذیری. اختلاف سن من و تو به من این اجازه را می دهد که پندت دهم. یقین دارم که میپذیری. 10 سال از تو بزرگترم. 10 سال یعنی 10 بهار و 10 تابستان. 10 سال یعنی 10 پاییز و زمستان. من 10 بار بیش از تو پیراهن پاره کردم. تجربه هایم چندین بار بیش از توست. آرزوی من همیشه این بوده و است و این است که تو آبرومند و پر افتخار بمانی. عزیز و محبوب بوده ای، عزیزتر و محبوبتر بشوی. در غم من مباش. خودت را در پی رهایی من ذلیل و حقیر مکن. تضرع در شأن تو نیست. از حقارت بپرهیز. تو بی برادر نمیمانی. آموزش عشایر برادرهای بسیار برای تو پرورده است. این شعله فروزان خاموش نمیماند. سرافرازی من و تو کاستی و کمی نمیپذیرد. هفته ها و ماه های تهمت و خصومت سپری می شود. سالها و حتی قرنهای نیکنامی بر جای می ماند. امید من آن بود که پیوسته یار و یاور شکست خوردگان باشم، نه آن که برای نجات خود دست به دامان دیگران شوم. از برادری که در اوج چنین افتخاری زندگی کرده است می خواهم که سر فرود نیاورد و برای رهایی من خود را حقیر و خاکسار نکند. من از شط خروشان بودجه کشور
جوی باریکی به سوی عشایر کشیدم و جمع کثیری از کودکان و نوجوانان را با دانش و معرفت آشنا ساختم. سنگی، درختی، بوته‌ای و دستاندازی در مناطق عشایری نیست که مرا نشناسد. جان کندم، راه‌های مخوف پیمودم، به قله‌های رفیع صعود کردم، به اعماق دره‌ها فرود آمدم، جز به مردم ایل به احدی نیندیشیدم. احتیاجی به شفیع ندارم، مقصودم شفیع زمینی است. شفاعت آسمانی کار خود را خواهد کرد. بیکار نمی نشینند، گره ها را می گشایند. همکنون صدها هزار کودک و نوجوان دبستانی و دبیرستانی با پدرها و مادرهایشان در همه جای فارس و ایران دست به آسمان نام مرا بر زبان دارند. صدایشان را می شنوم، رهایی مرا از خداوند می خواهند. نیازی به دیگران ندارم، به دامن این و آن میاویز، به هوش باش. نادر جان، قدم به قدم همراه هم بوده ای. به یاد داری که روزی در سال سیاه قحطی بزرگ ایل برای کمک به درماندگان به شهرک خنج می رفتیم. در راه به چند چادر سیاه کوچک برخوردیم که مانند بیرق عزا نزدیک چاه خشکیده آبی برپا بودند. جمعی انسان و حیوان بیرمق دور چاه حلقه زده بودند. چارقدهای زنان به زحمت گیسوانشان را می پوشاند. مردی جوان تیشه به دست به امید مشکی آب خاک ته چاه را زیر و رو می کرد. آبنوش سنگچین حاشیه چاه اندک رطوبتی داشت. بره‌های کوچک خاک مرطوب را زبان می زدند. به یاد داری که ناگهان یکی از چادرها به زمین افتاد، دیرک‌هایش را فرو کشیدند و طناب‌هایش را باز کردند. می‌خواستند تابوتی سبک و کوچک بسازند و کودکی را که مرده بود به خاک بسپارند. زجه مادرش بر آسمان بود، پسر خردسالی که در کنار مادرش می‌گریست. نادر جان، تو آن مادر و آن پسر را می‌شناسی، نامشان را نمی‌برم. آن پسر امروز یکی از مهندسان عالی قدر مملکت است و آن مادر که هنوز زنده است مادر یکی از مهندسان عالی قدر مملکت است. نادر جان، این مادر و این مادرها خاموش نمی مانند. گوش آسمان ناشنوا نیست.